پس از پاش خوردن اتحاد شوروی اقتصادیات کشورهای پساشوروی از جمله جمهوری تاجیکستان به مشکلی جدی روبرو گردید. ساحه کشاورزی که یکی از بخش‌های کلیدی تامین امنیت آذوقه‌واری و منبع اساسی درآمد اهالی دهات به حساب می‌رود، نیز از این روند استثنا نبود. خصوصا ساحه بهداشت زمین و آبیاری که نگهداری و استفاده ثمرناک ذخیره‌های آب را تامین می‌کند، به سبب نارسایی مبلغ‌گذاری، فرسوده شدن تجهیزات و کمبودی متخصصان بلند اختصاص به کاهش دچار گردید. بسیاری از کانال‌های آبیاری و پایگاه‌های آبکشی به تعمیر و تجدید نیاز پیدا کرده ثمرناکی کاری آنها پس شد که این به حاصلناکی زمین‌ها تأثیر منفی رساند. من ساکن دهه یاری بدل محمد شریف، عین زمان راهبر نساسی پایگاه آبکشی یاری یک. حاضر نساس‌های ما در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. نساس‌ها 4 تا تیار، 1-2 تا رباش کلیسای زپاس داریم. انشاءالله سالهای پیشتر بازبین‌تر بود. حاضر با تشبس مردم یاری، مردم دهه یاری بهبودی شده ایستاده است. خیلی کارا خوب شد. رحمت به مردم که یاردم کردین. با به دست آوردن استقلالیت دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد ساحه کشاورزی به خصوص بهداشت زمین و آبیاری اهمیت اولین درجه داد. در این سمت برنامه‌های گوناگون دولتی قبول و عملی گردیدند. برای برقرارسازی و نوسازی اینفراساختار آبیاری مبلغ‌های نظارت جدا کرده شدند. با جلب سرمایه داخلی و خارجی و همکاری سودمند با تشکیلات‌های بین‌المللی شرایط تکنیکی ساحه تدریجاً بهتر گردیده استفاده تکنولوژی‌های معاصر به راه مانده شد. این تدبیرها امکان دادند که حالت ملیارتیوی زمین‌ها بهتر گردیده استفاده عاقلانه آب تامین کرده شود. من واحد عبدالرسول راهبر участке پایگاه آبکشی جماعت یاری می باشم. در خیلی که دیده ایستادم در پایگاه آبکشی یاری 4 نساس آبکش وجود دارد که همه اون پرره تامین کرده شده است و پرره به کار تیار است. اینچنین در دهه یاری پایگاه آبکشی یاری 2 وجود دارد که همه نساس های اون پرره به کار تیار است. از سبب آنکه ولو اجازه برق نشده است، نساس ها کار فهمیده نشده است، هنگام اجازت دادن برق ما پرره تیار هستیم که آب رو با دهقانان آب پالیزی رو پرره تامین نماییم. امروزها در اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر پنجکن کارهای نظررس و با ثمر انجام داده می شود. این اداره که در توازن خود 6 کانال خودجاری و 18 پایگاه آبکشی دارد، نقش مهم را در تامین زمین‌های کشاورزی با آب پالیزی می بازد. کانال‌های موجوده با مقصد بلند برداشتن قابلیت گذراندن آب منتظم تازه و تعمیر کرده می شوند. همزمان پایگاه‌های آبکشی با تجهیزات‌های معاصر تامین گردیده فعالیت آنها در اساس طلبات امروزه به راه مانده شده است. начальник канали Марғидар با سبب مساعد آمدن باد و هوا الحال طلبات به آب نیست، لیکن ما پرره آماده ایم که به آب تامین کنیم. کارمندان ساحه با مسئولیت بلند و حس وطن دوستی برای برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته تلاش می‌نمایند. در نتیجه این زحمت‌ها روز از روز حالت شبکه‌های آبیاری بهتر گردیده مشکلات وابسته به نارسایی آب تدریجاً حل خود را می‌یابد. علاوه بر این تدبیرهای پیشگیری کننده برای کم کردن تلفات آب از جمله بتوندار کردن قسمت‌های فرسوده کانال‌ها و جاری نمودن اصول‌های صرفه‌کارانه آبیاری عملی می‌شوند. من مرادов همایون سردار پایگاه آبکشی دکلا میباشم که این حال ما در آغاز موسم سال 2026 قرار داریم. در پایگاه آبکشی دکلا 7 اگریگات کاری داریم. 7 اگریگاتش همیش در آبیاری موسم تیار و آماده میباشند. در برابر این کارهای فهماندهی میان دهقانان و استفاده برندگان آب نیز پرزور گردانیدند
تا که آنها از ذخیره‌های آب ثمرناک و عاقلانه استفاده برند، زیرا استفاده درست آب نه تنها به بلند برداشتن حاصلناکی مساعدت میکند، بلکه برای حفظ محیط زیست نیز اهمیت کلان دارد. در دهه یاری جماعت دهاتی یاری زیاده از 2500 گکتار زمین کشاورزی موجود است که توسط همین پایگاه آبکشی، یعنی توسط پایگاه آبکشی یاری یک آبیاری کرده می شود. چه خیلی که مسئولین قید کردند نسبت سالهای گذشته پایگاه پوره به موسم آبیاری آماده بوده، تجهیزات‌های نو به طریق ذخیره کرده شده است و باید گفت که با پورگی به موسم نو پایگاه آبکشی یاری یک آماده است. با چنین دستاوردها و تدبیرهای اندیشیده شده میتوان با باوری گفت که ساحه بهداشت زمین و آبیاری در شهر پنجکین امروز در حال رشد و استوار قرار داشته برای پیشرفت کشاورزی و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی زمینه با اعتماد فراهم می‌آورد. این روند شهادت می‌دهد که با استفاده درست امکانیت‌ها و زحمت‌های صافدلانه متخصصان می‌توان مشکلات موجوده را پس سر نموده به نتیجه‌های نظررس نائل گردید.